سلام رفقا، به ویدیوی جدید گابلین بعد از 20 روز دوری خوش اومدید. واقعا ببخشید که 20 روز براتون ویدیو نذاشتم و کم کار بودم. همه چی برمیگرده به مدارس. اصلا مدرسه شروع شد، همه چی ریخت بهم، رفت رو روانم. این مدرسه اصلا وقت نشد من ایده‌ای بنویسم که بخوام از روی اون ایده براتون ویدیو ضبط کنم و اصلا این شد که براتون چند وقت بود ویدیو نذاشته بودم. الان برگشتم تا با یه ویدیوی ترسناک دیگه اطلاعات جدیدی بهتون در مورد این موضوعی که قراره توی این ویدیو در موردش صحبت کنیم بدم. حتما تا آخر این ویدیو با گابلین همراه باشید. من این ویدیو رو ضبط کردم تا بهتون اطلاعاتی در مورد اتاق فرار بدم. این که بگم اتاق فرار چیه، برای چی ساخته شده، اصلا تاریخچه اتاق فرار از کجا شروع میشه و در نتیجه ترسناک‌ترین اتاق فراری ایران کدومان. اول از همه بخوام بگم اتاق فرار چیه. اتاق فرار به مجموعه بازی هایی گفته میشه که یک سری اتاق و توی یک لوکیشن به خصوص قرار داده شده و اتاق به اتاق باید شما یک سری بازی هایی که جلو روتون قرار داده میشه اونا رو رد کنید و بتونید از این اتاق در نهایت فرار کنید. توی این اتاق میتونید با قفل ها و سرنخ های مختلف روبرو بشید و باید اون معماها رو حل کنید. در کنار ترسی که بهتون داده نمیشه باید اون اتاق فرار رو با اون معمایی که داده شده انجام بدید تا بتونید اون بازی رو به اتمام برسونید. تایم این بازی هم بین 1.5 ساعت تا 2 ساعته، بستگی به بازیتون داره و بین حداقل 4 نفر یا 5 نفر تا حداکثر 12-13 نفر میتونید بازی رو تجربه کنید. اتاق فرار یک تجربه بسیار خفن و اگه بار اولتون باشه برید میتونید یک تجربه واقعا ترسناکی رو داشته باشید. میتونه یک تجربه واقعا متفاوت توی زندگیتون باشه. اما برسیم به این که اتاق فرار تاریخچش و اون زمانی که اتاق فرار اصلا ساخته شده، اولین باری که اتاق فرار ساخته شده واسه چه سالی بوده و دلیلش هم چی بوده. اتاق فرار برای اولین بار در سال 2007 توسط یک فرد ژاپنی ساخته شد. داستان اتاق فرار از اونجا شروع میشه که این فرد ژاپنی برادرش رو میبینه که داره یک بازی ویدیویی انجام میده که در مورد فرار از یک سری اتاق‌های و یک جوره بازی ترسناکی بوده و به این فکر میفته که این بازی رو توی دنیای واقعی هم بسازه و همون موقع میشه که اولین اتاق فرار توی ژاپن ساخته میشه که دیگه توی سراسر جهان این موضوع رواج پیدا میکنه و کشورهای مختلف این اتاق فرارها رو میسازن. اصلا باورتون میشد این بازی الان نزدیکای 16-17 سال است اصلا ساخته شده. اصلا فکر میکنم اتاق فرار این همه سال هست، تازه فکر کنم 1-2 سال توی ایران باب شده و دارن افراد مختلف میرن این بازی رو تجربه میکنن. اما برسیم به اینجا که اتاق فرار برای چی ساخته شده. خب از روی اسمش هم معلومه که یک هیجان پیش روتونه، یعنی یک سری هیجاناتی پیش روتونه و باید با اونها اون معما رو حل کنید و موضوع اصلی هم ترسه. اصلا اتاق فرار برای اینکه آدرنالینتون بره بالا و یک هیجان زیادی رو تجربه کنید در کنار خوب بازیایی مثلا ترن هوایی و بازیایی که هیجان داره، این هیجان رو با ترس امتحان کنید و اصلا دلیلش هم فکر میکنم این بوده باشه و اینم از بحث دلیل ساخت اصلا اتاق فرار. اما برسیم به اصل ماجرا که ترسناکترین اتاق فرارهای ایران کدومان. اتاق فرار رد خون یکی از ترسناکترین اتاق فرارهای ایرانه و میتونید با معماهایی که جلو روتون قرار داده شده یک بازی به شدت خفن رو تجربه کنید. این بازی بین 5 تا 11-12 نفر فکر میکنم و میتونید بازی رو با دوستاتون تجربه کنید.
بهتون حتما پیشنهاد میکنم اگه خونهتون داخل تهرانه یا اصلا بیرون تهران باشه میتونید بیارین بازی رو تجربه کنید. به نظرم ارزشش داره. اتاق فرار هارمونی 1. این اتاق فرار یکی از ترسناک، به جرئت میتونم بگم از اتاق فرار رد خون ترسناک‌تره و یکی از خفن‌ترین اتاق فرارهایی که توی ایران ساخته شده و فکر میکنم نمره از 10 فکر کنم نمره 9.5 رو گرفته باشه و یکی از تجربه‌های واقعا متفاوت میتونه باشه براتون. اما برسیم به اولین و ترسناک‌ترین اتاق فرار ایران، اتاق فرار کارخانه متروکه. این اتاق فرار توی شهر اندیشه، فاز 1 اندیشه قرار داره. اما دلیل اینکه این بازی لقب ترسناک‌ترین بازی ایران رو گرفته خودش چیه به نظرتون؟ هیچ کس این بازی رو نتونسته تموم کنه. این واقعا ترسناکه. هیچ کس نتونست این بازی رو تا آخرش بده. دلیلش چیه؟ همه انصراف دادن. این بازی اینقدر ترسناک بوده که انصرافی بسیار زیاد داشته. این اتاق فرار توی یک کارخونه مانندی قرار داده. به محض اینکه وارد حیات اتاق کارخانه متروکه میشید بازی براتون شروع میشه. پرزنته که میاد براتون این بازی رو توضیح میده، اما اصلا توضیح در کار نیست، چون معماهای بسیار سختی رو داره. اما چیزی از معماها ترسناک‌تره خود اکتورای بازی واقعا ترسناک. بهتون پیشنهاد کنم حتما این بازی رو تجربه کنید، اما باید بالای 10 تا تجربه داشته باشید تا ترسناک‌ترین اتاق فرار ایران رو بخواید تجربه کنید. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. ایشالله از این به بعد ویدیوهای بیشتری براتون میذارم. سعی میکنم حداقل اگه شد هفته یه بار بتونم براتون ویدیو بسازم و توی یوتیوب اونا رو قرار بدم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. حتما لایک، سابسکرایب، کامنت و زنگوله‌ای که برای اطلاع ویدیوهای جدید من به کارتون میاد فراموش نشه. ارواح خوب تو زندگیتون ببینید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.